به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتنم دارد، زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران اهل قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم باز یک قصه تربیوی را با نام همسر وفادار باش نقل نمایم. و الهی اگر در وقتی گفتن این حکایت اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. یک برادر اهل اسلام ما و شما در سن 25 سالگی با یک دختری عقد نکاح میکند و این برادر اهل اسلام ما و شما نوشاک هیچ پیرناک نمی نوشید و تماکو هم نمی کشید و البته 5 وقت نماز میخواند. این برادر با کار تجارت مشغول بود و همیشه کارش آمد میکرد، لیکن صد افسوس که اون همسر انتخاب کرده این برادر مال و دنیا را دوست می‌داشت. بعد 5 سال زندگی یک جای روزی یکی از همکاران این برادر او را فن می‌کند، یعنی مبلغ زیادی او را گرفته به دیگر شهر کوچ می‌بندد و این برادر جبر دیده 90% ثروت و تجارت خود را از دست می‌دهد و آن مرد نابکاری که کل ثروت برادر را دزدیده بود بر زمین با همسر این برادر صحبت مخفی می‌کرد و روزی همسر این برادر به نزدش آمد داد زنان میگوید جواب مرا ده، من نمیخواهم اینجا زندگی کنم. این برادر در حیرت افتاده میگوید آخر برای چی؟ مگر کاری خطاگی کردم؟ این زن نابکار چی گفتن را ندانسته یک تهمت نسبت مادر او فکر کرده چنین میگوید مادر تو سر مرا گرنگ میکند و به هر کارم داد میزند و دشنام میدهد. این برادر میگوید خب مادر نمیخواد که در آینده عذاب کشی و به خداگی راه دی، پس بیا از این فکر بازگرد و حداقل به این کودک 7 ماه امان رحم کن. این زن نابکار میگوید برای من نه این کودک و نه این خانه قدر دارد، من از اینجا میروم. و این برادر مجبور میگوید خب رو، جوابت را دادم. بعد چند روزی میفهمد که این همسر نابکاری او با اون دوست لعنتی صحبتی مخفی میکرد و الحال یک جای از زندگی میکنند. این برادر به سوی الله دست برداشته دعا کرد پروردگارا در هر سنجش حیات مرا مددگار باش و آنان را به راه راست هدایت کن. و این رو بینید که الله تبارک و تعالی دعای بنده جبر دیده مسلمان را مستجاب کرد، یعنی با مدد الله تبارک و تعالی این برادر دوستان صادق و مهربان پیدا کرده با همراهی آنان تجارت نوی خود را آغاز کرد و مال و دولت حلال خود را باز به دست آورده بر زمین زکات را نیز سپارید. بعدا این برادر با یک خواهر اهل اسلام که از احکام دین با خبر بود عقد نکاح میکند و اون خواهر فرزند 8 ماهه این برادر را مثل کودک خود قبول کرده غمخواری میکرد. لیکن اون مرد دزد و اون زن نابکاری که این برادر مسلمان را فند کردند، یعنی فریب کردند، موافق اون کار خطای خود سزای موافق را گرفتند. هر دوی این نابکاران را در وقتی قلابی کارمندان کارهای داخلی بازداشت کردند و بعد محاکمه سودی با اون مرد نابکار به مهلت 35 سال و به اون زن همچون شریک این کار خطا 30 سال از آزادی محروم کردند. و این برادر باشد شکر خداوند کرده کار حلال و زندگی با برکات را پیش می برد. گفت الهی پروردگارا هر بنده ای که در راه خطا زندگی دارد به راه راست هدایت کن و در زندگی هر یک ما مؤمنان را خود مددگار باش.
ای خواهران اهل اسلامی که انشاءالله به شوهر میبرایید و یا اینکه به شوهر برآمده اید، به حرمت خداوند در یاد دارین که مادر، عائله این نعمت بی‌بهای الله تبارک و تعالی است. به حرمت خداوند کمی باشد هم صبر کنین و اندیشه کنین و نسبت مادر شوهر خود سخنهای ناجویه مگوین و نسبت او تهمت بی اساس مکنین. مادران عالی قدر نمیخوان که ما فرزندان در زندگی به یک دشواری سختی دچار شویم. از این رو پند و نصیحت میکنند. البته بعضی وقت سخنهای سخت هم میگویم تا اینکه به ما و شما تاثیر کند. لیکن امروز ها بسیار شدند اون زنهای جوانی که نسبت مادر شوهر خود تهمت‌های خشک و خالی کرده انشاءالله در آخر سزای موافق خود را گرفته ایستادند. زیرا دست دعای مادر دوای هر یک دردی بنده مسلمان است. الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم شان می‌فرماید خداوند مقرر دانست که بجز الله کسی را سجده مکن و پدر و مادر خود را عزت و احترام کن و یک از آنها و یا هر دو در حالت پیر بیمار شوند به آنها داد مزن، برعکس با آنها مهربانی کن. لیکن امروز ها بسیار شدن اون زنهای جوانی که از عاقب اون فیلم ها و اون سریال هایی که در تلویزیون میبینند از آنها اخلاق گرفته نسبت مادر شوهر خود سخنهای قبیح و تهمت های بی اساس کرده از خانه میروند و یا شوهر را مجبور میکنند که از مادر خود جدا شود. ای خواهران، ترس از الله تبارک و تعالی کنین و از این کار خطا برگردین، زیرا هر یک کار خطایی که میکنین انشاءالله روزی به سر شما خواهد آمد. این بی شک و گمان است. مادر گرچنده بعضی وقت سخنهای خطا میگوید لیکن اون دلی که مادر دارد در هیچ یک بنده دیگری نیست. از این رو الله تبارک و تعالی مادر را کلید در بهشت گفته است. پس ای برادر و ای خواهری که در یک جا یعنی در عقد نکاح زندگی میکنه به قدر همدیگر برس و عزت و احترام یکدیگر را در جایش گذار. و ای خواهران، مادر شوهر خود را تهمت کرده خود را بدنام مکنین، زیرا تهمت یک زن مسلمان استغفر الله این گناهی است که جزایش بی آخر. البته در اون دنیا چطور جواب دادن ما را فقط الله تبارک و تعالی میداند. لیکن ای خواهران عالی قدر و اون خواهرانی که انشاءالله به شوهر میبرند در خاطر دارین مادر کلید بخت خاندان، داغو و نور و چراغ هر یک خاندان است. خطاگیی که مادر میکند اون را سخت به خود قبول مکنین و عزت و احترام او را در جایش گذارین و باز میگویم در حق مادر تهمت های بی اساس نکنین، زیرا رضای پدر و مادر این رضای الله تبارک و تعالی است. روزی یک شخص به نزد پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میآید و میگوید یا رسول الله، در حیات برای من از همه شخصی عزیز کیست؟ یعنی در حیات من باید کی را بهتر عزت و احترام کنم؟ پیامبر میگویند مادرت را. و اون کس میگوید باز کی را؟ پیامبر میگویند مادرت را. و اون شخص باز میپرسد و بعد از مادر باز کی را؟ باز پیامبر میگویند مادرت را. و دور چهارم میگویند پدرت را. یعنی مادر این معنا و مسکن هر یک حیات انسان است. البته پدر نیز ستون خاندان و غمخواری اهل خانوادان است. برای همین ای خواهران، نسبت پدر و مادر شوهر خود تهمت‌های خشک و خالی کرده در کوچه آن را غیبت مکنین و دعای خیر آنها را گرین. انشاءالله بخت یاری هر یک شماست. خواهران عالی قدر، اگر در این قصه نسبت شما سخن خطایی گفته باشم معذرت میخواهم، لیکن بنده نمیخواهم که یک عائله مسلمان از برای یک تهمت خشک و خالی و بی اساس برباد گردد. زیرا امروز هم میبینید که سال تا سال اون شماره بربادشوی عائله ها
زیاد است و این هم از اون تهمت هایی که اون زنهای نادان میبرارند. از این دوست، از این لحاظ ای خواهران کوشش کنین دعای خیر مادر شوهر خود را گرفته، او را مثل مادر خود قبول کرده، در زندگی در پست و بلندی آن با صبر باشین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را در پناه خود نگه داشته، از راه شیطان و از وسواس آن و از کار خطا و از فتنه انگیزی و از نابکاری و تهمت کردن و از غیبت کردن در پناه عفو و عصمت خود نگه دارد. آمین یا رب العالمین.